با سلام، در درس امروز به دوزل، نام مستعار و علائم تصادفی در سامانه آرل ازگی اوزدیلک می‌پردازیم. در سیستم صوتی که مزاج مساوی نامیده می شود، یک بازه دوم اصلی به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. در حالی که یک ثانیه اصلی در سیستم آرلازگیازدیلک به 9 قسمت مساوی تقسیم می شود و هر یک از این فواصل را ویرگول می گویند. از میان این فواصل، مواردی که در سیستم نظری مورد استفاده قرار می گیرد، فواصل 1، 4، 5، 8 و 9 می باشد که در عمل از تمامی بازه ها استفاده می شود. هر یک از این فواصل نام مستعار، علائم تخت و تیز خاص خود را دارند. اگر در بازه دور مثال بزنیم، یک فاصله کاما از 2 تا ری به اون کاما یا بیش از حد گفته می شود و با نام مستعار نشان داده می شود. یک علامت کاما تیز در شکل نشان داده شده است. فاصله 4 کاما از 2 تا ری به آن باکیه می گویند و با نام مستعار نشان داده می شود. 4 کاما تیز در شکل نشان داده شده است. فاصله 5 کاما از 2 تا ری آن را به عنوان کک میسنب و با نام مستعار نشان داده شده است. 5 کاما تیز در شکل نشان داده شده است. فاصله 8 کاما دوباره از 2 تا ری آن را بهی میسنب مینامند و با نام مستعار نشان داده شده است. 8 کاما تیز در شکل نشان داده شده است. فاصله 9 کاما از 2 تا ری به نام تانینی و با نام مستعار نشان داده شده است. 9 کاما تیز در شکل نشان داده شده است. اگر همون فواصل را از ر تا د فهرست کنیم، این بار امکان مشاهده علائم تخت وجود دارد. از ر تا 2 با فاصله 1 کاما و علامت مسته. از ر تا 2، 4 فاصله کاما و علامت تخت. از ر تا 2 فاصله 5 کاما و علامت تخت. از ر تا 2 فاصله 8 کاما و علامت تخت. از ر تا 2 نه فاصله کاما و علامت تخت. علاوه بر دوم ماژور، دوم افزوده نیز در موسیقی ترکی استفاده می شود. اگرچه این فاصله از نظر تیوری به صورت 12 و 13 کاما نشان داده می شود، اما می تواند تا 14 کاما گسترش یابد. دیکوردها و علائم تصادفی نیز به عنوان پیوند ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید آن را با جزئیات بررسی کنید.